امروز میخوام این کیک هل بی‌نظیر رو بهتون آموزش بدم که از خوردنش سیر نمیشین. این دفعه از آخر شروع میکنیم. یه تیکه تری که دمای محیط بر میداریم و با حوصله و آرامش همه جای قالب و قشنگ کرمالی میکنیم که گارانتی کنیم که اصلا کیکمون نچسبه به قالبمون. بعد روش یک کم آرد پاشی میکنیم که دیگه کار از محکم کاری عیب نمیکنه. اضافه کرم میگیریم و بعد یک کم آرد میپاشیم. بعد میریم هلمون رو آسیاب میکنیم. بچه ها هل رو همیشه تازه به تازه آسیاب کنین، چون هلی که آسیاب شده و مونده بوش از دست میده. حالا 2/3 فنجون کشمش، 2/3 فنجون گردوی خورد شده داریم. یه قاشق مرباخوری سرپر آرد میریزیم روشون رو هم میذاریم کنار. حالا 1.5 لیوان شکر داریم، 1 لیوان روغن مایه داریم که میریزیم داخل ظرف و یکم با همزن همشون میزنیم. حالا 4 تا تخم مرغ داریم که دونه دونه اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن و یک دست شدن هم میزنیم. نیازی نیست که هر تخم مرغ رو 2 دقیقه هم بزنیم. فقط هر تخم مرغ رو که اضافه میکنیم دورگیری فراموش نشه. بچه دلیل اینکه ما روی گردو کشمش آرد ریختیم اینه که وقتی میریزیمش داخل کیک ته‌نشین نشه. خب تخم مرغامون رو زدیم و حالا 2 قاشق مرباخوری پر هل آسیاب شده میریزیم. بعد 3 قاشق مرباخوری متوسط، یعنی نه سرپر نه سرخالی، بگیم پودر میریزیم و با همزن خاموش همشون میزنیم که این ور نپاشه. خب وقتی مایه کیک یه دست شد، نصف لیوان ماست داریم، نصف لیوان شیر داریم که شیر رو میریزیم روی ماست و یه کوچولو همش میزنیم. لازم نیست خیلی همش بزنیم، همینقدر کافیه و به مایه کیک اضافه میکنیم. حالا یه همه کوچولو میزنیم و نوبت اینه که آرد اضافه کنیم. 3 لیوان و نیم آرد اضافه میکنیم. اول یه لیوان با همزن خاموش همش میزنیم و بعد روشن میکنیم همزن که آرد نپاشه این ور. دوباره لیوان دوم همینطور و لیوان سوم و نصفه آخر، یعنی 3 لیوان و نیم آرد اضافه میکنیم و به این شکل میریزیمش داخل قالب. یادتون باشه فر رو باید حتما 20 دقیقه پیش روشن کرده باشیم با 175 درجه. بعد حالا کشمش و گردو رو میریزیم رو مایه و با چنگال اینطوری هم میزنیم که مقدارش بره وسط های کیک، یه مقدارش هم رو بمونه در این هم. بعد میذاریم داخل فر و 45 دقیقه بعد با این نتیجه زیبا روبرو میشیم. یه تکونش بدین از قالب جدا میشه. بعد میذارین یک کم خنک میشه، بعد از قالب در میارین و منتقلش میکنین تو ظرف مورد نظر. بچه‌ها لطفاً به مقدارها توجه کنین. من فرصتی نیست که هر 4 تا تخم مرغ که هم میزنم ویدیو بگیرم، چون خیلی طولانی میشه و از حوصله شما هم خارجه. آخر هر ویدیو من مقدارها رو دقیقاً براتون نوشتم، حتما از روی اون کار رو انجام بدین. اگه دوست دارین با من بیشتر همراه باشین حتما سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا وقتی پست جدید میذارم حتما مطلع بشین. امیدوارم از این پست خوشتون اومده باشه. تا پست بعدی به خدا میسپارمتون.